دستور غیر انتظار به طربخانه، رستوران و قهوه‌خانه‌های مسکو و برای مبارزه با کووید 19. از روز 28 ایون مشتریان پیش از ورود به این جایها باید سند نشان دهند که واکسینه گرفتند یا کووید 19 بودند و یا سند آری بودن از ویروس را دارند. دستور مقامات ارتیم تیمیروف صاحب یک قهوه فروشی را غافلگیر کرده است. مهم است که پیش از قبول قرار با صاحبکاران مشورت کنند. وقتی به شما میگویند کار به این شکل باید باشد و شما چند روز برای مطابق شدن دارید، این کاری نادرست است. ما فقط چند روز برای تغییر دادن شیوه کار داریم. از بس که بسیاری از روس‌ها واکسین نگرفتند، ممکن است درآمد صاحبکاران بسیار کم شود. در این کشوری 144 میلیون نفری فقط 35 میلیون نفر واکسین گرفتند. بر اساس دستور باید 60% کارمندان مؤسسه ها واکسین گرفته باشند. نظری همه به واکسینه گرفتن خوب است. فقط یک نفری ما که آلرژی و بیماری های مسئولیت دارد می ترسد. اگر واکسینه نگیرد هم فقط 40% کارگران ما واکسینه نگرفتند. دستور را برای آن دادند که سرایت کرونا ویروس در مسکو و تمام روسیه زیادتر می شود. طربخانه و رستوران های مثل این در روسیه عذاب می کشند چون درآمدشان کم شده است. باید درشان را تا ساعت 11 ببندند. ما طربخانه داریم، محفل ها برگزار میکنیم. البته مردم میخواهند نه روز بلکه شب خرسندی کنند. به وضع مالی ما تأثیری بد گذاشت. مردم بسیار میپرسند که ساعت های کاری کی تمدید میشوند، ولی متاسفانه نمیشود. بر اساس دستور نو طربخانه ها حق دارند تا دیر باز مانند به شرطی که مزاجانشان واکسین گرفته باشند. ما این پیشنهاد را نپذیرفتیم چون که اگر قبول میکردیم باید تمام روز آنهایی را راه میدادیم که واکسین گرفتند. از بس که تعداد واکسین گرفته ها کمند برای کار ما بی‌ثمر است. مقامات مسکو میخواهند واکسینه زنی را سرعت بخشند. بر اساس امرهای نو فقط واکسینه گرفته ها حق دارند برای معاینه های عادی به شفاخانه روند، اما قبول گرفتاران سرطان و بیماری های سخت در شفاخانه ها به محدودیت و حتمی است.